امروز میخوام راجع به یه موضوع کمی حساس ولی فوق‌العاده مهم با هم صحبت کنیم. چرا بعضی وقتا احساس میکنیم دیگران اونجوری که باید بهمون احترام نمیذارن؟ و احتمالاً مهمتر از اون، خودمون ناخودآگاه داریم چه کارایی میکنیم که این اتفاق میفته؟ منم سالها پیش دقیقاً توی همین دام افتاده بودم. یادمه اوایل کارم توی یه جلسه مهم یه پروپوزالو خراب کردم. همه چیز آماده نبود، اسلایدا مشکل داشت و به جای اینکه بگم ببخشید تقصیر من بود، کامل آماده نبودم، یه داستان سرهم کردم از ترافیک سنگین صبح و یه مشکلی که تو لپتاپ پیش اومده بود. میدونی چی شد؟ هیچکی حرفمو باور نکرد. نه به خاطر اینکه آدمای بدی بودن، به خاطر اینکه داشتن یه الگو رو میدیدن. الگوی بهانه‌سازی. اون لحظه رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. نگاه خنثای مدیرم انگار داشت با خودش میگفت بازم شروع کرد. اون روز فهمیدم هر بهانه مثل این میمونه که آجری بذاری روی دیوار بین خودت و احترام طرف مقابل. آجر به آجر دیوار بلندتر میشه تا جایی که دیگه تو رو از پشتش نمیبینن. دکتر برن براون یه چیز خیلی جالب و کشف کرده. میگه وقتی جرأت میکنی خود واقعی تو نشون بدی، یعنی همونجا چیزای قشنگ زاده میشن. یعنی چی؟ یعنی همون لحظه‌ای که میگی بچه‌ها ببخشید من توی برنامه‌ریزی پروژه اشتباه کردم، در واقع داری یک معجزه کوچیک ایجاد میکنی. من خودم اینو تجربه کردم. یه بار به تیمم گفتم معذرت میخوام من زمانبندی رو خراب کردم. حالا چه کار کنیم؟ فکر میکردم مسخرم میکنن. ولی برعکس یه اتفاق عجیب افتاد. انگار یه دیوار بینمون ریخت. همه راحت شدن. حتی اونایی که همیشه ساکت بودن شروع کردن به حرف زدن و پیشنهاد دادن. انگار با اعتراف من فضای امن ساخته شد که بقیه هم بتونن بگن منم یه مشکلی دارم یا منم یه ایده‌ای دارم. چرا اینطور شد؟ چون وقتی تو به عنوان رئیس یا دوست اول اشتباهتو میپذیری، این پیامو میفرستی. اینجا جای قضاوت نیست. هممون انسانیم. بیایید با هم مشکل رو حل کنیم، نه اینکه دنبال مقصر بگردیم. این دیگه ضعف نیست. این شجاعته. شجاعت این که بگی من کامل نیستم. و جالب اینه که مردم بیشتر به کسی اعتماد میکنن که کامل نیست ولی صادقه تا کسی که ادعای بی‌عیبی میکنه. اما بعضی از ما یه قدم فراتر میریم. از مرحله بهونه رد میشیم و میریم سراغ انکار. انگار واقعیتی که همه میبینن رو ما نمیبینیم. یادم یکی از دوستان مدام دیر میومد به جلسات. ما که میگفتیم دوباره دیر کردی، با اعتماد به نفس کامل میگفت نه، ترافیک وحشتناک بود. اصلا قابل پیش بینی نبود. همه جا بسته بود. من تقصیری نداشتم. به نظرم انکار یه جور توهین به درک و شعور طرف مقابله. آدما احساس میکنن دارن گاز گرفته میشن و وقتی اعتماد اون حس امنیت اولیه رو از دست بده، همه چیز شروع میکنه به فروپاشی. حالا بریم جلوتر. یه مورد دیگه که واقعاً رابطه ها رو از تو داغون میکنه، مثل خونریزی داخلی، دیده نمیشه ولی یه مشکل واقعاً جدی پیش اومده که اثراتش به مراتب مخربتر از خونریزی بیرونیه. اون مورد قولهای توخالی و عملهای نصف کار است. فکر کن با یه نفر شریک میشه یه کسب و کار را بندازی. اون قول میده بازار رو بررسی میکنه ولی هیچ وقت گزارشش رو نمیفرسته. میگه من با فلان کس صحبت میکنم ولی بعداً میفهمی اصلاً تماس نگرفته. هر بار یه وعده جدید بدون عمل.
تو چه حسی پیدا میکنی؟ مطمئناً دیگه زنگ نمیزنی. چون یه الگو توی ذهنت شکل گرفته. این آدم روی حرفش نمی ایسته. و دقیقاً اینجاست که فرصت‌های بزرگ زندگی از کنارمون رد میشن در سکوت. یکی دیگه از بزرگترین دام‌های فروپاشی احترام، غیبت و شایعه پراکنیه. تصور کن توی یه جمع دوستانه نشستی. یه نفر شروع میکنه به بدگویی از یه دوست غایب. در لحظه اول شاید یه حس صمیمیت کاذب بینتون ایجاد بشه. انگار رازی رو با هم در میون گذاشتین. بعدها ممکنه یه سوال تو ذهنت بپیچه. اگر الان پشت فلانی این حرفا رو میزنه، فردا پشت من چی میگه؟ غیبت سریع‌ترین راه برای تبدیل شدن به جزیره بی‌اعتمادیه. کسی رازش رو دیگه به تو نمیگه. کسی برای مشورت پیشت نمیاد. چون تو خودت رو به عنوان یه منبع ناامن معرفی کردی. بیا راجع به منفی بافی هم حرف بزنیم. هممون اون آدم رو دیدیم که توی هر جلسه اون ته نشسته و برای هر ایده جدیدی یه جمله داره. نمیشه، پول نداریم، مخاطب نمیپسنده. این آدم‌ها مثل مکنده های انرژی هستن. آدما به طور ناخودآگاه ازشون دور میشن چون پیشرفت نیاز به امید داره، نیاز به یه ذره خوشبینی. کسی که مدام دیوار میکشه به مرور زمان خودش رو از حلقه افراد تاثیرگذار خارج میکنه. اما میدونی ریشه همه این رفتارا چیه؟ به نظر من ریشه در بی احترامی به خودمونه. بذار صادق باشم. اون دوران که من بهونه می آوردم، در واقع داشتم به خودم دروغ می گفتم. داشتم به استعداد و وقت خودم توهین می کردم. وقتی ما برای خودمون، برای سلامتیمون، برای رشد شخصیمون ارزش قائل نیستیم، ناخواسته به بقیه هم اجازه میدیم همین رفتار رو با ما داشته باشن. این رو قول بدین امتحانش کنین. شروع کنین به احترام گذاشتن به خودتون. به اندازه کافی بخوابین. یه مهارت جدید یاد بگیرین. میبینین که چطور دنیا شروع میکنه به تغییر کردن براتون. بهت تضمین میدم که اگر روی حتی یکی از این رفتارها کار کنی، اطرافیان تفاوت رو حس میکنن. لازم نیست یه شبه همه چیز رو عوض کنی. میتونی از یه چیز کوچیک شروع کنی. مثلا همین امروز قول بده دیگه سر یه قرار دوستانه حتی اگه فقط 5 دقیقه است دیر نکنی. همین. یا قول بده بعد از شنیدن یه انتقاد قبل از جواب دادن فقط 3 ثانیه مکث کنی و نفس عمیق بکشی. با همین قدمای کوچیکه که قله‌های بزرگ احترام ساخته میشن. حالا که صحبت از مکث شد، میخوام یه سوال مهم رو ازت بپرسم. سوالی که واقعاً دوست دارم جوابش رو بدی. فکر میکنی کدوم یکی از رفتارهای مخربت از همه بیشتر به رابطه‌هات، زندگی شخصیت یا حتی به کارت آسیب وارد کرده؟ و یا اینکه اگر بخوای فقط یکی رو از فردا اصلاح کنی، اون چیه؟ نظراتتون برام مثل گنج میمونه. قطعاً این ویدیو نتونسته حق مطلب در رابطه با حفظ احترامو ادا کرده باشه و بعدها آپدیت براش میذارم. پس دوست من تا اون موقع با کامنتت این ویدیو رو کاملتر کن تا با هم یاد بگیریم و رشد کنیم. تجربه شما میتونه برای من و دیگران کارساز و چراغ راه باشه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه بودی. یادت نره به خودت ایمان داشته باشی یا بهونه نیاری. شجاعانه صادق باش. انکار نکن. سر قول و قرار و وعده و وعید وایسا. غیبت نکن. منفی باف نباش. من مطمئنم میتونی. شاد و پیروز باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.